در اینجا انتحار کننده پیاده در بغل موتر خود انفجار میده که در این موتر مردمایی هستند که هم زخمی دارن و هم از بین رفته که ارقام دقیقش بعداً براتان چیز، ولی جمله در این موتر تعداد 16 الی 14 نفر بودن که اکثریتش زخمی است که در این جمله مردمای نیپال هم بودن.